نمایش دستاوردهای نوحه‌ی سرشماری ضلعیت کشاورزی آغاز گردید. در نمایشگاه محصولات‌های گوناگون کشاورزی که در نتیجه زحمت‌های کشاورزان نوحه حاصل و جمع‌آوری گردیدند در نمایش گذاشته شد. در روز تجلیل صدر نمایندگان مقامات اجرایی دولتی نوحه اشتراک فعال داشتند. در چهاربینی ذکر شد که در باره جشن‌های نوروز و مهرگان عید صدر تاریخ قدیمه داشته، طبق سرچشمه‌های تاریخی جشن صدر با آیین قدیمی مردم اوروی درست میاد که از 3 تا 5000 سال پیش در این روز جشن راسته با استقبال بهار تمام شب روخان می‌افروختند، در گرد آن رقص می‌کردند و سرود می‌خواندند. صدر را کهن‌ترین جشن مردم اوروی تبار و با عبارت دیگر کهن‌ترین جشن جهان می‌دانند. واژه صدر 50 شب روز تا آغاز نوروز است. با شرافت استقلال دولتی صدر دوباره احیا گردیده در سطح بلند جشن گرفته می‌شود. در سال‌های صاحب‌سهولت برای رشد سویه کشاورزی از طریق حکومت جمهوری تاجیکستان گذراندن اصلاحات زمین، تجدید خودروهای دولتی و بر رشد سویه رستن‌پروری، چاره‌وداری، تخم‌پروری و تامینات با تکنیک کشاورزی بر رشد ساحه تکان جدی بخشید. کشاورزان نوین فیض‌آباد نیز در قطار کشاورزان مملکت این سال جشن صدر را با دستاورد جشن می‌گیرند. در چهاربینی مذکور با خواجگی بهترین، کشاورزان بهترین، اجرای مسئولین افتخارنامه و تحفه خاطروی سپرده شد. در آخر چهاربینی برای بالیدروی کشاورزان و اشتراکچیان اجرای صنعتکاران نوحه تشکیل کرده شد. این نتیجه مهنت کشاورزان نوحه جشن می‌گیرند. در چهاربینی مذکور با خواجگی بهترین، کشاورزان بهترین، اجرای مسئولین افتخارنامه و تحفه خاطروی سپرده شد. در آخر چهاربینی برای بالیدروی کشاورزان و اشتراکچیان اجرای صنعتکاران نوحه دولتی و بر رشد سویه رستن‌پروری، چاره‌وداری، تخم‌پروری و تامینات با تکنیک کشاورزی بر رشد ساحه تکان جدی بخشید. کشاورزان نوین فیض‌آباد نیز در قطار کشاورزان مملکت این سال جشن صدر را با دستاورد 50 شب روز تا آغاز نوروز است. با شرافت استقلال دولتی صدر دوباره احیا گردیده در سطح بلند جشن گرفته می‌شود. در سال‌های صاحب‌سهولت برای رشد سویه کشاورزی از طریق حکومت جمهوری تاجیکستان گذراندن اصلاحات زمین، تجدید در این روز جشن راسته با استقبال بهار تمام شب روخان می‌افروختند، در گرد آن رقص می‌کردند و سرود می‌خواندند. صدر را کهن‌ترین جشن مردم اوروی تبار و با عبارت دیگر کهن‌ترین جشن جهان می‌دانند. واژه صدر نوحه اشتراک فعال داشتند. در چهاربینی ذکر شد که در باره جشن‌های نوروز و مهرگان عید صدر تاریخ قدیمه داشته، طبق سرچشمه‌های تاریخی جشن صدر با آیین قدیمی مردم اوروی درست میاد که از 3 تا 5000 سال پیش دستاوردهای نوحه‌ی سرشماری ضلعیت کشاورزی آغاز گردید. در نمایشگاه محصولات‌های گوناگون کشاورزی که در نتیجه زحمت‌های کشاورزان نوحه حاصل و جمع‌آوری گردیدند در نمایش گذاشته شد. در روز تجلیل صدر نمایندگان مقامات اجرایی دولتی